شرایط از کنترل خارج شده. اگر همین حالا اقدامی نکنیم همه گیر میافتند. قربان، از طریق راههای دریایی امکانش نیست. امواج همه مسیرها رو بستند. فقط راه هوایی باقی مانده. آخرین فرصت ماست. مجبوریم در میانه مسیر عملیات پرش هوابرد انجام دهیم، درست بالای محدوده کشتی‌های نجات. اما سوخت هواپیماها کافی نیست قربان. ما به مقصد نخواهیم رسید. افراد پس از پرش از طریق فرکانس 477 به مرکز کنترل کشتی متصل و هدایت خواهند شد. دستور این است: همه آماده شوند. عملیات پرش از میانه مسیر آغاز می شود. فرمان تخلیه: هیچ کس نباید توی جزیره باقی بمونه. من به شما طریق پرش با چتر نجات رو یاد میدم. زمانمون خیلی کمه و جان شما به درگرو و همین یادگیریه. این قسمت باید متصل بشه و محکم بکشید، چون از اهمیت زیادی برخورداره. توجه کنید، به همین طریق وقتی بند راست یا چپ رو بکشید به همان سمت می رود. خیلی خوب. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. حتما به فرکانس 477 متصل باشید. دقت کنید، اگر اتصال رادیویی رو از دست بدید جانتون رو از دست میدید و به کشتی نجات نمیرسید. پس حتما باید به 477 وصل و هدایت شوید. به 477 وصل شوید. دستورات را دنبال کنید. زمان پریدن شروع می شود. همه برپا. نگران نباش عزیزم، ما با همیم. ما به هم وصل میشیم و هر اتفاقی بیفته مهم نیست. وای خدای من، این چه بلایی بود؟ زمان پریدن شروع می شود. همه برپا. زندگی همچون سقوطی است، کوتاه، تند و بی امکان بازگشت. لحظه‌ای گذرا میان دو سکوت که همه چیز را به سوی انجام خیش می‌کشاند. اما در این لغزش اجتناب ناپذیر، راز نجات در یافتن طنین راستین نهفته است. همه چی نابود شد. زندگی یک حبابه. آروم باشید، این فقط یک سواری هیجان انگیز است. ما وقت داریم.
خورشید ادامه بده. 4:77 طبق دستور دارم عمل میکنم. مهم این است که دیگران ببینن من هنوز چقدر زیبام. هنوز خاصم. نگاه کن، حتی حالا هم من از همه بهترم. شماها دروغگویید. من فرکانسم و خودم انتخاب میکنم. لعنت به همتون، برید به جهنم. به 477 وصل شوید. دستورات را دنبال کنید. وای، ما کجا داریم میریم؟ نکنه دیر شه. باید وصلشم به فرکانس 477. تو این بازی من برنده‌ام. به ای حق باز، تو یه متقلبی. این کارت ها به درد خودت میخوره. چه حالی میده؟ بیا سلفی بگیریم. گویی عمر که مانند سقوط است، همچو پروازی بی پایان است. اقیانوس در سکوتی سهمگین دهان باز کرده. فاجعه در پیش است. اما آدمیان هنوز در بازار سرگرمی‌های خود خریدارند. مرگ از افق برخاسته و دلها هنوز آتش لذت را می‌پرستند. بیا از آن لذت ببر. هو هو هو. این سقوط تا ابد ادامه داره. هی 477 من نتونستم کانکت بشم، دارم سقوط میکنم. وای، اون پایین چه خبره؟ کوسه ها دارن قتل عام میکنن. کمک کمک. دیگه خیلی دیره. کارم تمومه. خدایا منو ببخش. صدایت رو شنیدم. الان به کمکت میام. Jesus Christ.
چه کسی منو نجات داد؟ آه خداوندم، خداوندم. خداوند را در هنگامی که میتوان یافت بجویید، او را بخوانید هنگامی که نزدیک است. خداوندا، من دیدم بسیاری در فاجعه سقوط از بین رفتند. چرا آنان نجات نیافتند؟ زیرا آنان مرا نخواندند. من در آستانه ایستاده بودم، اما نام مرا بر زبان نیاوردند. در سکوت زمین، هنگامی که جهان از حقیقت تهی می شود و دلها در تاریکی خیش فرو می روند، صدایی از ازل برمیخیزد، ندایی که آسمان هنوز از طنین آن می لرزد. هر که ایمان داشته و نام مرا بخواند نجات می یابد. نه قدرت، نه دانش، نه تاج و تخت این جهان، بلکه تنها ایمان و خواندن نامی که آفرینش در برابرش زانو میزند. زمان رو به پایان است، نور از افق می گریزد و در میان آشوب و فریاد تنها آنانی که نام مرا میخوانند در پناه من خواهند بود. زیرا وعده حقیقت است و در لحظه آخر تنها یک نام خواهد ماند، نامی که نجات می‌دهد.